گفتن که 2 تا انگلیسی ماشینشون خراب شده بود تو جاده، اومدن یه شتربانی رو صدا کردن که جیبشون خراب شده بود، شتره رو سوار شتر بشن و با اون برن. یکیشون عربی بلد بود، این 2 تا انگلیسی یکیشون بلد نبود. بعد این شتر سوارم از خواب بیدارش کرده بودن و نگاه کرد 2 تا فرنگی هم هستن و سوارشون کرده، پولی بهش دادن و ولی تو راه ناسزا میگفت که خدا نمیدونم چنینشون کنه نمیدونم فلان. اونی که بلد بود هی ترجمه میکرد برای اون دوست دیگه‌اش، میگفت الان فلان ناسزا رو داد. تو می‌خواستن برن قاهره. خب نگفت که ما رو قاهره نمیبره، گفت نگفت کاری نباشه. باز 2 مرتبه گفت الان یه چیز خیلی بدتری گفت اینا. گفت ولی نگفت که ما رو قاهره نمیبره، گفت نه قاهره میبره. خب کاری نداره، شما بریم قاهره، ما چیکار داریم؟ چی داره میگه اصلا؟ آدم که یه جایی میخواد بره به این چیزا کار نداره که مثلا کیک باره من اگر ببینم چه نمیکنم، مثلا فرصت ندارم این چیزا فکر بکنم. شما همتتون رو بلند کنید، بگید من میخوام کسی بشم تو دنیا، میخوام به یه جای بلندی برسم. همون لحظه که این همت رو کردی اصلا چهرت فرق میکنه.